حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انجمنی قبل از انتخاباتی خود را دایر کرد و در این انجمن فهرست یا رویخطی نامزدهای این حزب برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2015 از حوزه یگانه عمومی جمهوری اعلان شد. در صحبت ما محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان قرار دارد. جناب کبیری خوش آمدید به صحبت. سلامت باشید. جناب کبیری، چون از انجمن گفتیم، با وجود چسب و تلاش ها شما و عموما رهبریت حزب جهتی پیدا کردن یک مکان برای برگزاری انجمن، در نهایت این انجمن در قرارگاه حزب برگزار شد. به اصطلاح میشد از کو؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، تشکر برای این صحبت. بله، ما برای برگزاری انجمن به مقامات مراجعت کردیم تا اینکه یک تالار مناسب تری جدا کنند، چون تقریبا 700 وکیل و بیشتر از 500 مهمان باید در انجمن ما شرکت میکرد و تالار ما در مجموع تا 700 نفر را گنجایش دارد. ولی وقتی با ما در این مسئله همکاری کرده نشد، ما مجبور شدیم که انجمن رو در تالار حزب برگزار کنیم. تعداد وکیلان رو پایین‌تر بردیم تا 540 نفر مطابق با گنجایش تالار حزب و اینچنین دیگر تالارها و بیناهای حزب رو هم آماده کردیم برای جا کردن مهمانان و مجهز شدن با مانیتورها و دستگاه‌هایی که بتوانند همزمان رفتی انجمن رو تماشا کنند. البته اگر با ما تالار جدا میکردن بهتر می بود، چون این نشانه همکاری مقامات دولتی با حزب‌های سیاسی قبل از انتخابات میشد. همچنین که پرزیدنت کشور هم تاکید کردن که باید که شرایطی برابر به حزب‌های سیاسی تامین کرده شود. در فهرستی که از جانب انجمن پیشنهاد شد، در روی خط اسم محیدین کبیری یعنی شما در جای اول است. بعد دنبال شما سید ابراهیمی نظر و بعداً محمد جان نوری پسری شادروان سید عبدالله نوری قرار دارد و همینطور می رود. یک نوع عوض شوی در روی خطی فعلی نسبت به روی خطی قبل از انتخاباتی 2010 دیده می شود. این جای عوض شوی را چگونه از اون، یعنی به چه خاطر است؟ ما در سطح شورای سیاسی به خلاصه آمدیم که روی خط 40 نفر از شخصیت‌های سزاوار حزب به جلسه ریاست عالی پیشنهاد کرده شد و جلسه ریاست عالی در یک انتخابات شفاف و پنهانی 28 نفر رو معین کند و حتی به هر یک عضو ریاست عالی هم صلاحیت داده شد که خودشون معین کنند که کدام شخص رو در جای چندم دیدن میخواهند. این یک آوازی کاملا پنهانی بود و بعد از شماریدن رای های اعضای ریاست عالی مشخص شد که از جای 1 تا 28 کیا هستند و در جای دوم محمد علی حیید بودند و سید ابراهیم نظر در جای سیوم و به همین ترتیب سید عمر حسینی در جای چهارم و دیگر شخصیت ها به ترتیب جای خود را اشغال کردند. ولی در ما یک فرهنگ بسیار خوبی هست که بعد از این پروسیدور دموکراتی خود برادر محمد علی حیید اظهار کردند که آماده هستند که جای دوم خود را در اختیار رهبریت حزب بگذارند و هر کسی را که مناسب و سزاوار می‌دانند به جای او در جای دوم بمانند و آماده شدند که به جای پایین‌تر بگذارند. همچنین سید عمر حسینی هم اظهار کردند. باز هم شورای مشورتی با نظرداشت خدمت‌ها و دانش ملکه‌ای که دیگر برادران دارند، از اون جمله سید ابراهیم نظر هم ما لازم دانستیم که ایشون در جای دوم باشند و محمد جان نوری پسری بزرگ استاد سید عبدالله نوری هم که در این آوازدهی در جای ششم قرار داشتند، با مشورت اکثر اعضایان حزب هم به خاطر آنکه یک شخصیت لایق سزاوار هستند و واقعا هم استاد مرحوم
یادشان بخیر زحمت‌های زیادی برای صلح و صلاح برای این کشور کشیدند و حزب در توافق پیشنهاد ما رو پذیرفت که در جای سیوم باشه. رویخطی که از جانب حزب در انجمن پیشنهاد شد، نظر شما این هست که این سر و صداها در مورد جناح‌های مختلف در داخل حزب اساس ندارد؟ نه، اساس ندارد. واقعا حزب نظر در پارلمان آینده واقعا امکانی تاسیس یک فراکسیون دارد؟ اونم شانس ها چگونه است؟ اگر انتخابات سال 2010 شفاف میگذشت، نهضت اسلامی تاجیکستان در دوره گذشته دارای یک فراکسی قوی می بود. ولی بعد از این فشارها و اقدامهایی که علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در عموم قشر روحانی صورت گرفت، بسیار تحلیلگران رو وادار به آن کرد که بگویند که نهضت اسلامی تاجیکستان یا در همین حد باقی میماند یا حتی حضورش در پارلمان ضعیفتر هم شود. ولی باز همین وقتی ما انجمن رو برگزار کردیم و دیدیم که چقدر مردم انگیزه دارند و سفرهایی که خودم به روسیه داشتم با مهاجرین و منطقه ها تحلیل وضع را که همه جانبه کردیم، با خلاصه آمدیم که نه، این فشارها نتیجه برعکس داده است و مردم احساس کردند که نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا یک قدرت است، میتوان بالایش تکیه کرد. چرا؟ اگر قدرت نمی بود، بین مردم نیرو نمی داشت، یک دستگاه پرقدرت دولتی با همه مسئولینش از مقامات حفظ حقوق شروع کرده تا مسئولین ایدئولوژی جماعت ها و حتی خادمان علمی را هم سفربر کردند، با همه راه و وسیله قانونی، غیر قانونی، فرهنگی، اخلاقی و ضد اخلاقی علیه این حزب اینقدر مبارزه نمی بردن. پس نیرو هست که علیهش مبارزه میبرند. این اعتماد مردم رو به نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک نیروی مردمی بیشتر کرد و از همه اخیر اون چیزی که امید و باوری ما رو به آن بیشتر کرد که ما در آینده یک فراکسی خواهیم داشت، موقعگیری و سخنهای خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب امامعلی رحمان بود. اگر مسئولین در منطقه ها به وعده پرزیدنت مخالفت نکنند و وعده خلافی صورت نگیرد، من کاملا باوری دارم که نهضت اسلامی تاجیکستان یک فراکسی در پارلمان آینده خواهد داشت. اگر رود نه تنها از نکات مهمی برنامه حزب شما، بلکه از نیروی شما استفاده کنه، منظورم یعنی در سطح حکومت شما را دعوت کنه و یکان وزارت یعنی ساختار شما آماده هستید تا در این حکومت همراه با این حکومت کار بکنید؟ این طور نیست که همه وطن دوستان و ملت دوستان فقط در یک حزب خلق دموکراتی جمع شده باشه. مگر در حزب کمونیست نیستن شخصیت‌های با تجربه و وطن دوست، یا در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا حزب دموکراتی اصلاحات اگراری و هر حزب سیاسی داریم. ما اگر در این چارچوب و در این قالب از نهضت اسلامی تاجیکستان هم دعوت شود، چرا نه؟ حتما ما همکاری خواهیم کرد. البته سال 2014 یک سال بسیار پرچالش و از سوی بسیار پرماجرا برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بود. برجسته‌ترین سلسله ماجراها مربوط به اصطلاح سکس اسکندال ها بود که طریق شبکه‌های تلویزیونی و همینطور شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. ولی در اکثر حالت‌ها شخصا شما از شرح قضیه‌های بدنام‌کننده حزب نهضت خودداری می‌کردید. یعنی سبب چیست؟ آیا می‌شود شما در یک مسئله‌ای که از قبل ساخته شده است، بر ضد ملت معنویات روانه شده است، وارد بحث شوید و با یک طرف بحث کنید که اصلا چهرهش رو پنهان می‌دارد؟ موقع نهضت همین بود که نباید در این مصیبت ملی ما وارد بحث شویم. واقعا یک مصیبت ملی است. کسی در دایره حکومت کار میکنن آدمانی عاقل هستند، با فرهنگ هستند، واقعا خجالت شدند. خب ما در آستانه سال نو میلادی قرار داریم و من از نام رادیوی آزادی شما را به مناسبت سال نو میلادی 2015 صمیمانه تبریک میگم و سوال من این هست که شما خانواده شما سال نو را تجلیل میکنید یا خیر؟
من هم در نوبت خود شما و تمام کارمندان رادیوی آزادی و بینندگان خوانندگان شما رو با فرارسی سال نو 2015 تبریک میگویم و این یک سنه صرف استرونومی هست و نباید ما این سنه رو همچون شروع سال نو تابش مذهبی، دینی یا قومی بدهیم. بعضیا حتی جدا از سال نو گریگوریانی با جشن نوروز همچنین بحث ها رو وارد میکنن و دیگر جشن‌های ملیمان. همه چیز رو باید در جای خود شناخت. ما دو جشن دینی داریم، عید دینی داریم، عید سعید فطر و عید قربان، عید رمضان و عید قربان و چند عید ملی داریم، از آن جمله جشن نوروز، روز استقلالیت، روز وحدت ملی و چند جشن‌ها و عیدهای جهانی داریم که بشریت اونها رو پذیرفته است، قبول کرده است. یکیش همین جشن گرفتن سال نو هست و مثلا اگر شرقی ها، چینایی ها که سال نوشون یک کمی دیرتر شروع می شود، اگر ما یک چینایی رو یا ژاپنی رو هم به فرارسی سال نو آنها تبریک کردیم، این نه تنها خلاف اسلام است بلکه عین اسلام هست، چون پیامبر اکرم ما رو توصیه کردن، نصیحت کردن که با همه بشر خوش معامله باشید، دوست باشید، دوستی کنید و اگر یک عملی ما باعث نزدیک شوی ما با یک انسان دیگر شود، از دین دیگر هم باشد، از منطقه دیگر هم باشد، این عملی ثواب است و ما باید آن را انجام دهیم و بار دیگر همه شما را تبریک میگم. حتما ما در دایره خانوادگی نه همچون یک جشن مذهبی و حتی نه جشن ملی، بلکه یک اگر همسایه های داریم که روس هستن، روس زبان هستن، گاه اونها رو تبریک میکنیم و یک شیرینی اونها آوردن ما هم میپذیریم و شیرینی های هم براشون آماده میکنیم و یک جشن خانوادگی خردکک داریم. خب صحبتی بود با محیدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمانی تاجیکستان. جناب کبیری، یک جان تشکر برای صحبتی خدا نگهدار. آزاد و سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.